درود گایز، آگین اومگا هستم و اومدم واسه این ویدیو لکنت گرفتم. به خدا اومدیم که یه ویدیو جدید اومدیم بدون هیچ ایستادن بازی کنیم و فقط با تونرا باشه. حالا ویدیو شروع کنیم. 3 2 1. خیلی خوب، الان دیگه بازی رو داریم شروع میکنیم. اینطور که میبینین، اینطور که شما دارین میبینین داریم بازی رو شروع میکنیم. این تیم منه، اسم اکانتم پرشینه. گفتن دیگه با تونرا باشه یا نایف باشه یا با تونرا بزنمشون. مثلا دیگه خیلی سخت بود دیگه با نایف بزنم. دیگه قدرتم حساب کنم بشه دیگه، نمیدونم. اگه تونستم دیگه بدون فشاریه. اینجا ببینین ماشاءالله چه کیل از پشت سری بک زنی. چقدر بد بک زنی، واقعا اصلا خورد کنه. اینجا میریم سمت جایی که برمیگردن، میزنیمش. نمیشه. با یکی دیگه باید ریلود میشد دیگه. خودتون دیدین دیگه، باید ریلود میشد. میریم جلو. ای خدا، اینجا بود یکیشون. چجوری دیدم خودم که الان دست برده میکنم، حواسم هست بازم ندیدم. چجوری خودم فهمیدم نمیدونم. من فهمیدم دمش خوردم اینجور شد، نمیدونم. چه کیل تمیزی بابا. این یکی دیگه نه چند سال اونورتر واقعا. جامپ شاتو نمیشه، ولی بازم کیل شد. شانس نمیبردم. خودو ریلود کن. خب باگی کال آف دوستان، وقتی که ریلود میشه سعی نباید چیزش کنین و بزنین یه چند ثانیه بمونه. ولی باگ نیست دیگه، قانونه. مثلا واقعیت هم همطوریه. کیل نباید میشد. نه ممکن بود مثلا اینجوری باشه، نمیدونم. اینجا سریع بود. ماشاءالله. یه کیل دیگه. بریم که رفتیم. یک کاش میتونستیم یک کار جامپ شاتی بکنیم. یک کاش کیل جامپ شد. ای خدا، زود رفتم پای. زود دیگه میگرفتم. که بدبختی این گان که کال آف اکتیویژن واسه همون آوردتش، با 2 شات روی بالا تنه کیل میشی. 2-3 شات کیل میشی. خیلی قویه این گان. نه خود گانه، این چیزش بنفشش پیکش. هر چی بگم بازم کمه. کلا این خیلی قویه این گان، ولی من ندارمش متاسفانه. انگار نگرفته بودمش. چرا اینجا انیمی نبود؟ همش اینجا انیمی میومد. کیل شو. خو چجوری کیل نشد؟ البته بله ازش گذشتم، بعد نخواستم زنمش. نایف. ناراحت شدم از خودم. چرا نایف کردم؟ زشته. ای خدا، 1 سانتیمتر پایین‌تر بود یعنی کیل شده بود. به کیل شد. مخترین چیز دنیا کیل شدنه. خیلی بده. مثلا فکر کن توی دوئلی مثلا اعصابت خوردی و این زارت کیل میشی. واقعا اعصاب آدم خورد میکنه. تو اوج عصبانیت کیل بشی. مثلا یه بات کیلت کنه. بعضی وقتا مثلا باتا کیلت هم میکنه. واقعا درناکه. به اینجا چه بوم انداختم؟ اینجا چه چیز انداختم؟ به پر انمی بود. دمج خوردیم بسیار. کیل شدیم بسیار. دمج خورد چجوری نمورد؟ آتیش گرفت بدبخت. خدا. خیلی خواه میریم اونور.
یکی بیاد قشنگ کیل بشه. چی؟ چرا نمیشه؟ ای خدا. حتی اصلا واقعا سخت، مثلا تا بخوای یک کیل بگیری 1000 تا زحمت باید بکشی، 12 تا دوربین باید بگیری، جامپ شات و این کارو باید بکنی، جامپ بزنی، لیز بخوری. چطور گوشی میدور شد. خیلی خوب، اینجا رو میبینیم که آگینومگا میره بالا، برمیگرده، 1 کیل میزنه. ماشاءالله. 1 کیل دیگه نمیشه. نگاه این گزارشگر واقعا مسخره ساخته که اینو گزارشگر صحبت میکنی. بریم. مینیگان. پشت دیوار میخوام چیز بزنم، نمیشه. نمیشه. چرا نشد؟ کیل شدم با مینیگان. یعنی اونا با M4 فکر کنم دستش بود، نمیدونم، نیدم، ولی بازم کیل شدم به هر حال. بزنش. ماشاءالله آگینومگا خدای باختن، خدای کیل شدن. خدا بزنش. خود جلو روته. نه جلو روم نبود، کنم تیره در رفت. نه جلو رو. خیلی خوب، دوباره کیل شدیم. واقعا حساب خورد کنه، حساب آدم به شدت خورد میشه. بابا تیرم ریلود نشو. این چه نامرده به خدا. اکتیویژن جان این ویدیو رو تو رو خدا ببین، یه کاری کن که تیرا ریلود شه به خدا. پینگ من آره چنده نمیدونم، 50 خورده ایه. با پینگ 50 خورده تیرای من ریجستر چی نمیشه. اینه که سخته. بعضی اصلا مثلا با پینگ 20 قشنگ، مثلا عربا و خارجی با پینگ 20 30 10 اینو قشنگ بازی میکنم. ما بدبخت اینترنتمون ضعیفه، نمیتوانیم بازی کنیم. ولی بازم ما کم نمیاریم. ایرانیا به هیچ وقت کم نمیارن. کیل شد. کیلم نشد. خدا چه بدبختی. شاتام نمیرسه. بزنش. خب هی خدا، دیدین چند بار بهش زدم کیل نشد، یا نمیدونم تیرام اصلا ریلود نمیشه. پینگم ماشاءالله عالی، اصلا نابوده. نه خوبه پینگم، آره 60 خورده 50 دیگه، از این بهتر نمیشه. خیلی خوب، میریم. مینیگان. تو چرا همش من مینیگان میکشم؟ اصلا وقتی فشار میشم از وقت قدرتم میارم وسط. مینیگان میکشم، سگ اسپام میکنم، این کارو میکنم تا به ماشاءالله بل کیل شدیم. اونور میزنم 2 تا کیل اضافه میگرفتم. این دیگه حسابش نکنین جان من دیگه. این درسته که ایستادم تکون نخوردم، ولی بازم حساب نکنین لطفا. دستتون نکن دیگه، دست خودم نبود، دستم خورد دیگه. چیزه اینجوری شد. انمی‌ها معمولا میان تو دهنم، نه هم تیمی‌ها میان تو دهنم، انمی‌های حریف میان تو دهنم. واقعا سخته. به دوباره کیل شدیم. ویدیو طولانی باید باشه ولی هیجان انگیز. خیلی خوب. به و بازی تموم میشه دوستان و ما برنده میشیم 150-128 و منم وین کردم. یعنی من برنده شدم، نفر اول شدم، وین کردیم با مینیگان. دومی مطمئنا یا نایف یا اسنایپ. دومی مینیگان. خیلی خوب. به هر حال دوستان
این ویدیو رو براتون گرفتم. اگه میخوان یه بتل هم بزنیم، یه چالش بریم، چالش رو بگین و کنارش هم بگین داخل بتل مثلا فلان کارو کن و اگه لاکا هم به 30 تا 20 تا بخوره میبرمتون. خب دوستان میگم بازی گذاشتم خوشتون اومده باشه دوستان. امیدوارم که کامل لذت رو برده باشین، عشق کرده باشین و لایک، سابسکرایب و کامنتی که بهتون گفتم واسه مثلا بتلیاتون نره و فعلا بدرود.